ادعایی که میخوام بکنم خیلی بزرگه. چجوری میتونیم هر زبانی که دوست داریم و توی کمتر از 3 ماه بدون کلاس معلم و بدون 1000 تومان پول دادن توی خونه یاد بگیریم. دوستان عزیزم سلام، من علیرضا هستم و اومدم با یه ویدیوی خفن دیگه، اینکه چجوری میتونیم یک زبان جدید رو، هر زبانی که دوست داریم رو توی خونه یاد بگیریم بدون اینکه بخوایم کلاس زبان بریم، بدون اینکه بخوایم از کسی کمک بگیریم، کاملا به صورت خودخوان. اسم این تکنیک و این روشی که خودم ابداع کردم و خودم روش کار کردم و خودم تستش کردم و کاملا ازش مطمئنم گذاشتم شاه کلید مکالمه زبان، نه فقط زبان انگلیسی بلکه هر زبانی که میخواید یاد بگیرید. تا ته این ویدیو رو ببین. خب اصلا الان نمیخواد لایک کنی، حمایت و اینا اصلا نکن، تا تهش ببین. اگه خداییش قلباً عمیقاً حال کردی و لذت بردی، هر جوری که میتونی از من حمایت کن و این ویدیو رو مخصوصاً با دوستانت به اشتراک بذار، کسایی که دوست دارن یه زبان جدید یاد بگیرن یا فرصتشو ندارن یا پولشو ندارن یا نمیتونن به هر دلیلی. میخوام یک نقشه راه بهتون نشون بدم، یک روش و یک تکنیک. قرار نیست که بهتون اپلیکیشن معرفی کنم، برین این اپلیکیشن نصب کنین اون اپلیکیشن نصب کنین، نه، هیچ چیز نیاز نیست. با همون ابزارهای ساده‌ای که هممون میشناسیم میتونیم استفاده بکنیم. کاملا این ویدیو واقعی، اصلا از این ویدیوی زرد و تبلیغاتی و اینا نیست و روشی که خودم تستش کردم. بریم که با هم شروع بکنیم. بچه ها ببینید، اگر هدفتون یادگیری انگلیسیه که خب من توی کانالم خیلی آموزش دارم، نیازی نیست که با این روش، خیلی منابع مختلف توی اینترنت هست، خیلی کلاس ها هست، خیلی روش ها هست. این ویدیو نه که برای انگلیسی مناسب نباشه، نه، تو میخوای انگلیسی یاد بگیری با این روش میتونی، اما برای کسی مناسب که میخواد یک زبان غیر از انگلیسی یاد بگیره. آقا من مثلا میخوام زبان ایتالیایی یاد بگیرم، از این تکنیک استفاده میکنم. شما میخوای آلمانی یاد بگیری، اسپانیایی یاد بگیری، فرانسوی یاد بگیری، زبان عربی اصلا یاد بگیری، روسی یاد بگیری، هر زبانی که دوست، هندی یاد بگیری، آقا با این روش میتونی خیلی راحت این کار رو انجام بدی. و نکته‌ای که هست اینه که بهتره که شما زبان انگلیسی رو حداقل تا سطح متوسط بلد باشی اگه میخوای یک زبان دیگه یاد بگیری. چرا؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه که اطلاعاتی که توی وب هست در مورد یادگیری زبانهای مختلف به زبان انگلیسی بیشتره، منابع بیشتری هست، سایت های بیشتری هست. مثلا اگه شما بخوای زبان روسی یاد بگیری، بخوای به فارسی سرچ بکنی، برات خیلی اطلاعات نمیاره. خیلی از سایت ها از هم کپی میکنن، همین گنده کاریه که میدونید دیگه، سایت های فارسی زیاد دارن، ولی به زبان انگلیسی وقتی شما سرچ بکنی با انبوهی از اطلاعات روبرو میشی که اصلا دریایی از اطلاعات و خیلی کامل تر هست. پس بهتره که شما زبان انگلیسی رو بدونی. اگر نمیدونی، میخوای مثلا یه زبان دیگه یاد بگیری، فعلا زبان انگلیسی رو یاد بگیر با پیج من. مثلا از پلیلیست شماره 1 شروع کن، همه ویدیوهاشو ببین، بعد پلیلیست جملات و عبارت ها و اینا رو یاد بگیر. اونا که تموم کردی، حالا میتونی از این روش استفاده کن. حالا سطحت مناسب شده برای اینکه بری سراغ یه زبان دیگه. خب نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، نکته دوم اینه که بچه‌ها وقتی میخواین یه زبان جدید یاد بگیرین، درگیر کتاب و نمیدونم ابزارهای مختلف نشین. نرین کلی پول بدین کتاب بخرین، نمیدونم انگلیسی در سفر، مکالمه آلمانی در سفر، زبان اسپانیایی از 0 تا 100. بچه‌ها اینو شما رو خسته میکنه، شما با حجم انبوهی از اطلاعات روبرو میشین. وقتی که کتاب مثلا آموزش آلمانی 0 تا 100 میبینی، ورق که میزنی، هر صفحه‌ای که میزنی، خب قلبت یه دقیقه اینجوری وای میسه. چرا؟ چون خیلی سخته. آقا تو نمیتونید همه اینا رو توی مدت کوتاهی بخونی، بعد میگرخی، میترسی، بابا ویلش کو، پرتش میکنی اون بعد کلی هم پول دادی، 200-300 تومن هم پول دادی، هیچی. خب این از این. درگیر حروف الفبا نشین. حروف الفبا رو ما در قالب کلمات، در قالب جملات یاد میگیریم. صداهای حروف رو در قالب اینها یاد میگیریم. درگیر حفظ کردن لغت هم نشو.
لغت ها رو توی عبارت ها از دل جملات ما یاد میگیریم، اینجوری یاد میگیریم، عبارتی یاد میگیریم، تک لغت قرار نیست یاد بگیریم. یه ویدیو در این مورد دارم چه جوری لغات رو حفظ کنیم بدون اینکه فراموش کنیم. اگه دوست داشتین میتونید ویدیو رو ببینید، شاید فکر کنم مال 2 سال پیشه، ولی هنوزم بچه‌ها دارن استفاده میکنن و کیفشو میبرن. اون ویدیو رو اگه دوست داشتین نگاه بکنیم بعدش. خب این از این. پس شما نه نیازه الان کتاب بخری، نه نیازه که گرامر بخونی، نه نیازه که لغت بخونی، نه نیازه که حروف الفبا حفظ کنی، هیچی. چیزی که من بهت میگم الان انجام بده. بریم برای شروع. بچه‌ها ببینید یه ابزار ما نیاز داریم، مهمترین ابزاری که نیاز داریم گوگل ترنسلیت. گوگل ترنسلیت خودتون باهاش آشنایی دارید، همه زبان‌ها رو به هم ترجمه میکنه، یه هوش مصنوعی، یه جاهای ایرادات و نواقصی هم دارد که ما اصلا نگاه نمی‌کنیم، کاری نداریم بهش. به روش خودمون این نواقص رو برطرف می‌کنیم. حالا گارد نگیری، آقا داری چرت و پرت میگی، آقا فلان تبلیغ داری می‌کنی الکی، آقا گوگل مگه با گوگل ترنسلیت میشه زبان؟ آقا صبر کن عزیزم، من قربونت برم، یه دقیقه صبر کن، بذار من آموزشام بدم بعد تصمیمت بگیر. خب قشنگ ببین من چی دارم میگم. خب چیزی که من الان بهتون نشون میدم و مثلا من دارم زبان ایتالیایی یاد میگیرم، شما میتونید به زبان خودتون، حالا اون زبانی که یاد میگیرید انجام بدید. خب ببینید ما 2 تا تب باز میکنیم، 2 تا تب گوگل ترنسلیت، یکیش ایتالیایی به انگلیسی، یکی انگلیسی به ایتالیایی. حالا تو میخوای آلمانی یاد بگیری، آقا زبان رو اینجا تغییر بده، ببین چقدر زبان داره، هر زبان زنده‌ای که بخوای. اصلا میخوام بلغاری یاد بگیرم، مثلا من میخوام سوئدی یاد بگیرم، میخوام سوئد، 3 ماه دیگه میخوام سوئد، هیچی حالیم نیست. میخوام برم آلمان، هیچی سرم نمیشه، کلاسم نمیتونم برم، دستم بنده، شغلم سخته، فلانه، آقا من میخوام یاد بگیرم. چیکار کنم؟ با این روش، با شاه کلید مکالمه میتونی. خب ببینید بچه‌ها نکته‌ای که هست، بذار من اسلاید بعدی هم بهتون نشون بدم. ببینید حالا اینو ما فهمیدیم. مرحله دوم اینه که نه ولش کن، بذار همینجا شروع کنم. آره ببین بچه‌ها، شما باید بیاید عبارت‌های پرکاربرد یک زبان رو در بیارید، ببینید، پیدا بکنید. هست زیاده، اصلا شاید اصلا نیازی نباشه پیدا بکنید در بیارید. نه ببین اینجوری، مثلا ببین من توی زبان انگلیسی وقتی میخوام بگم سلام میگم هلو. خب ببین من به انگلیسی ایتالیایی، شما میتونی اینو فارسیش بکنی ها، ولی من ترجیح همینه که به انگلیسی بزنم. چرا؟ چون نتیجه‌ای که برای من میاره آثنتیک تره، مطمئن تره برای من. خب میام میبینم که خب به اینو بذارم هلو به ایتالیایی چی میشه. من یکم قبلا کار کردم تا حدی تلفظ اینا رو بلدم. چاو. پس میفهمم که هلو به ایتالیایی میشه چاو. حالا میام از تکنیک تسبیح استفاده میکنم، اضافه میکنم بهش. هلو how are you، این چی میشه؟ Ciao, come stai؟ Ciao, come stai. حالا میام میگم how are you today. تکنیک تسبیح اینجوریه، یه دونه تسبیح یه دونه گوله میفته پایین. Ciao, come stai oggi. Ciao, come stai oggi؟ Oggi, come stai oggi. Ciao, come stai oggi؟ Come stai oggi. ببین میام دوباره اضافه. How are you today my friend. How are you today my... دوست من امروز حالت چطوره؟ Ciao, come stai oggi amico mio. Ciao, come stai oggi amico mio؟ Come stai oggi amico mio. Ciao, come stai oggi amico mio. یعنی اینقدر باید تکرار بکنی بدون اینکه نگاه کنی که برات دیگه راحت بشی. ببین تو در قالب جمله هم داری کلمه یاد میگیری، هم داری گرامر یاد میگیری، هم داری تلفظ یاد میگیری. خب ببین وقتی هم که از تکنیک تسبیح استفاده میکنی کلمات یکی یکی اضافه میشه، بعد خودت متوجه میشی که این کلمه یعنی چی. ببین مثلا ما آخرین بار مای فرند رو اضافه کردیم، فهمیدیم که آمیکو میو میشه مای فرند. خب آمیکو میو، بعد میایم اینجا یه ترفند میزنیم، آمیکو میشه فرند، میو احتمالاً میشه مای. پس برعکس انگلیسیه، یعنی توی انگلیسی میگن مای فرند، توی ایتالیایی میگن آمیکو میو، یعنی صفت ملکی میاد بعدش قرار میگیره. مطمئن نیستم، فقط دارم حدس میزنم. باید ادامه بدیم، جلوتر بریم، جملات بیشتر کار کنیم، ببینیم که آیا این حدسمون درست هست یا نه. حالا دوباره Hello, how are you today my friend. Ciao, come stai oggi amico mio. بعد ادامه میدم، مثلا حالا جواب I'm fine thanks، من خوبم.
Sto bene. Grazie. sto bene. Grazie. sto bene. لحنت هم باید مثل خودش باشه. یه توی بعضی از زبان‌ها لحن اگه عوض بشه کلی اصلا معانی تغییر میکنه. sto bene. Grazie. sto bene. حالا یه جمله دیگه مثلا سرچ میکنم چی؟ مثلا میخوام بگم که من میخواهم I want to teach you how to learn. یعنی ببینید تمام این چیزایی که الان میگم و باید همه رو یادداشت بکنی. بدون یادداشت کردن زبان یاد نمیگیری. یا آقا یه دفتر برمیداری، یه دفتر مخصوص برمیداری، منگوله دارم هست اینو برمیداری مینویسی. قربونت شکلت برم، فقط درگیر این نشو که اینا رو تکرار بکنم یا یاد 2 ساعت دیگه یادت میره. تو باید همش این دفتر کنارت باشه. 3 ماه بکوب بچسب بهش. میخوای زبان جدید یاد بگیری دیگه، 3 ماه بچسب بهش، این لامصب و تمومش کن و تموم. باید بنویسی، باید دستت را وقتی تو مینویسی املا یاد میگیری، خوندن یاد میگیری، کلمه یاد میگیری، همه اینا رو هی تکرار میکنی مینویسی یاد. پس نوشتن مهمه، تکرار کردن مهمه. این دفتره باید همش گوشه کیفت باشه، همش باید دنبالت باشه. فهمیدی یا نه؟ اینو باید داشته باشی. این از این. خب I want to teach you. پس من اونا رو نوشتم. شما فرض کنین که من 100 تا عبارت مهم و پرکاربرد سلام احوال پرسی رو نوشتم توی دفترم یادداشت کردم. اون بالا عبارت‌های مهم سلام احوال پرسی توی ایتالیایی، همه اینها رو ردیفی نوشتم، تمرین کردم، تلفظش هم یاد گرفتم و نوشتم توی دفترم. حالا ببین اصلا یه موضوع دیگه. I want to teach you how to learn a new language. خب این چی میشه به انگلیسی؟ Voglio insegnarti come imparare una nuova lingua. خب میای تحلیل میکنی. ببین تو این روش تو باید تحلیلگر باشی، نباید در واقع همون لقمه آماده فقط. تحلیل کن، پیدا کن، حدس بزن، کلمات رو حدس بزن. ببین من الان حدس میزنم که لینگوا میشه لنگویج، چون خیلی به هم شبیهن. نووا لینگوا میشه a new language. یه نتیجه گیری گرامری بکنیم. توی مثل زبان انگلیسی که صفت قبل از اسم میاد، توی ایتالیایی هم همینه، اونو نووا. حالا اونا میشه a new language. ایمپاراره احتمالاً میشه چی؟ learn. میام سرچش میکنم ایمپاراره. خب فرا گرفتن. حالا این بچه‌ها این چیه؟ این که برای من الان ورد اضافه، این یه اکستنشن مال کرومه. یعنی شما نصبش میکنید از طریق قسمت اکستنشن ها. اینجا نصبش میکنید. این گوگل ترنسلیت یه اکستنشن، اینجا سرچش میکنید گوگل ترنسلیت یه اکستنشن. روی هر کلمه‌ای که شما بری اینو بزنی برای ترجمهشو میاره. ببین معنیشو میاره. خب این خیلی بهت کمک میکنه اینجا. پس من اینجا فهمیدم که ایمپاراره میشه learn، یاد گرفتن. حالا Voglio insegnarti come imparare una nuova lingua. Voglio insegnarti come imparare una nuova lingua. من آقا کلاس ایتالیایی رفتم، یه دونه کتاب ایتالیایی خوندم، یه دونه فیلم آموزشی ندیدم، ولی دارم جمله سازی میکنم، دارم مکالمه میکنم. چه جوری؟ با تکنیک شاه کلید مکالمه، با روش شاه کلید. خب میام اینو سرچش میکنیم توی اینترنت، ببینیم که آقا چند درصد این درسته. میخوایم مطمئن بشیم دیگه. میام سرچ ببینیم اصلا همچین جمله‌ای هست. میام میبینیم که بله، کوم ایمپارare una lingua straniera. خب اینجا بگیم که خب ما تا اینجاشو که یاد گرفتیم، تو اینجام بود. حالا این یعنی چی؟ استرانیرا. میای اینو سرچش میکنی. خب اون گوگل ترنسلیت دوم بود که باز کرده بودی، ایتالیایی به انگلیسی بود. اینجا پیست میکنی how to learn a foreign language، چگونه یک زبان خارجی یاد بگیریم. پس اینجا من به این نتیجه رسیدم که چی؟ استرانیرا یعنی فورن، چون همه اینا رو که بلدم، فقط اینو بلد نیستم. کلمه جدیدمونم اینه. میام رو اینجا کلیک میکنم. ببین اینجا خارجی ادجکتیو هم هست، صفت هم هست. دوباره اینجا رو اینم کلیک میکنم. استرانیرا اینجا برای من آورده که بله فورن، نکن به انگلیسی فورن، خارجی. پس دوباره یه نتیجه گیری میام، میبینم که ما اونجا گفتیم نووا لینگوا، چرا نووا قبل از اسم اومد ولی اینجا صفت بعد از اسم اومده؟ پس اون
حدس قبلیمون رد شد که همیشه توی ایتالیایی صفت قبل از اسم میاد مثل انگلیسیه. پس یه جاهایی چیزی داره، یه نکته هایی داره، یه روش چیزی هست. پس میای این رو هم اضافه میکنی، بعضی از اوقات قبل از صفت، بعضی از اوقات بعد از صفت، بعد از اسم. خب و بعد به مرور شما میای این رو یاد میگیری، کم کم انقدر جمله مختلف یاد میگیری اینو میای متوجه میشی که بالاخره کدوم حدس درسته. تکنیک تسبیح. I want to teach you how to learn a new language quickly. به سرعت. Voglio insegnarti come imparare velocemente una nuova lingua. اینجا میبینیم که آقا کلمه velocemente اضافه شد، معنیش میشه به سرعت به زبان ایتالیایی. خب پس میام یه نتیجه گیری دیگه میکنیم. از نظر گرامری quickly قید دیگه توی زبان انگلیسی آخر میاد، چرا توی زبان ایتالیایی وسط جمله اومده؟ پس اینجا برای ما دوباره یه چیزی روشن شد، از این نورا هست اون بالا و یه چیزی روشن شد که آقا ما توی زبان ایتالیایی مثل انگلیسی نیست که قید آخر بیاد، وسط جمله هم میتونه بیاد. من دوباره میام اینو تکرار میکنم. Voglio insegnarti come imparare velocemente una nuova lingua. ببین voglio insegnarti come imparare، هر جایی که یادت رفت یه نگاه کوچولو، وان لوکیس حلال، یه نگاه حلاله. voglio insegnarti come imparare velocemente una nuova lingua. آقا من نگاه نکردم، یه نگاه کوچولو فقط کردم. voglio insegnarti come imparare velocemente una nuova lingua. خداوکیلی اصلا نگام نمی کنم، قبلا خب کار کردم من. شما هم همینه، یعنی چند بار که هی تکرار بکنی، حالا بیا از آخر به اول تکرار کن، این کمکت میکنه. ببین una nuova lingua، una nuova lingua، una nuova lingua، una nuova، یه کلمه اضافه میکنم. velocemente una nuova lingua، velocemente una nuova lingua. بعدش چیه؟ imparare، imparare velocemente una nuova lingua، imparare velocemente و دوباره همینجور عقب برمیگرده. اینجوری بعد میتونی آخرش جمله کامل رو بگی. voglio insegnarti come imparare velocemente una nuova lingua. خیلی هم قشنگه، خدایش ایتالیایی که از قشنگترین زبان هاست. اینو دوباره میان یادداشت میکنه. آقا من 100 تا جمله پیدا میکنم که همشون اینا توش هست. من میخواهم به شما انگلیسی یاد بدم، من میخواهم به شما فرانسه، من میخواهم به شما یاد بدهم چطور یک زبان جدید یاد بگیرید، در خانه یاد بگیرید، در مدرسه یاد. همینجور کلمات جدید رو حذف و اضافه میکنم، همینجور جملات جدید رو بعد اینا رو میام مینویسم. جمله اول به انگلیسی how to learn a new language، ایتالیاییشو می‌نویسم. How to learn a new language quickly، ایتالیاییشو می‌نویسم. How to learn a new language quickly at home، توی خونه، ایتالیاییشو می‌نویسم. ببین کوچولو کوچولو پیش میری، بعد یهو نگاه می‌کنی می‌بینی که آقا تو اومدی اینا رو کار کردی با تکنیک تسبیح، همه اینا رو یاد گرفتی، بعد مثلا یه جمله داری بلند، بعد اینو داری به ایتالیایی میگی، اصلا حال می‌کنی، کیف می‌کنی، خوشت میاد اصلا از یادگیری. حالا تو با اون روش سنتی مقایسه کن، حفظ کردن کلمه. سیب چی میشه؟ پرتقال چی میشه؟ لیمو چی میشه؟ آقا سبزی، آقا من معلم انگلیسی ام، یادگیری سبزیجات برای من چه فایده داره؟ آقا میوه فروشی بزنم، یا مثلا یادگیری ابزارالات، مگه میخوام ابزار فروشی بزنم، یا مثلا مکانیکم من که بخوام آقا من بلد نیستم، من معلم زبانم، کارم اصلا ربطی به اینا نداره. چیزی که نیاز داشته باشم و یاد میگیرم. شما اینجوری چیزی که نیاز داری رو یاد میگیری، نه چیزی که به بقیه میگن، یعنی بر حسب نیاز، چیزی که واقعا نیاز داری رو یاد میگیری. این از این. پس ما این آقا گفتیم، گوگل ترنسلیت کامل براتون توضیح دادم، همه اینا رو مینویسی، سرچ میکنی، مطمئن میشی، در واقع اون ساختارهاش رو یاد میگیری، نکات گرامری که هست رو یاد میگیری. باید پژوهشگر باشی، قربونت برم. اینجوری نیست که این روش اینجوری نیست که لقمه آماده بذارن دهنت. یادداشت عبارت‌ها و جملات در دفتر مخصوص، دسته‌بندی بسیار مهمه. دسته‌بندی آقا یه صفحه رو میذاری فقط عبارت‌های سلام احوال پرسی، 50 تا عبارت. یه صفحه رو میذاری عبارت‌های رایج، جنرال، کلی، همه جا استفاده میشه، 200 تا عبارت. همه اینا رو مینویسی، دسته‌بندی میکنی که وقتی میخوای اینا رو مرور کنی ذهنت نظم داشته باشه.
مرحله سوم قوانین جمله سازی. گفتم وقتی شما سرچ میکنی اینها رو خود به خود قوانین جمله سازی ساختار گرامری دستت میاد و در کنارش میتونی سرچ هم بکنی. آقا مثلا شما به این نتیجه رسیدی که برای مثال قید وسط جمله میاد، خب میای توی گوگل سرچ میکنی، مینویسی که مثلا استفاده از قید در جملات ایتالیایی. خب قیدها در ایتالیایی به طور کلی میتوانند قبل یا بعد از فعل اصلاح شده قرار گیرند. برخی از قیدها موقعیت ترجیحی دارند. مثال قیدهای فراوانی مانند اسپسو معمولا قبل از فعل میآیند، در حالی که قیدهای شیوه مانند بنه معمولا بعد از فعل. ببین تو اینجوری چیزهایی که نیاز داری رو یاد میگیری، نه چیزهایی که خیلیاش به دردت نمیخوره. وقتی شما با این روش داری یاد میگیری، جملات مورد نیازت رو داری سرچ میکنی، یاد میگیری، گرامرهایی هم که یاد میگیری به دردت میخوره دیگه. سراغ گرامرهای بی فایده و بی اثر نمیری توی یادگیری، توی در واقع پروسه یادگیری خودت. پس این از این قوانین جمله سازی سرچ میکنی، خیلیاش رو توی عبارت‌ها یاد میگیری و ببین شما مثلا میای اینجا همین رو سرچ کردی، خب بعد اینجا میبینی که اینجا نوشته come imparare una lingua straniera، خب یا مثلا come imparare velocemente، اینا رو که بلد شدیم. حالا میبینی که اینجا نوشته poco tempo، اینا میای سرچش میکنی، این چیه دیگه، این چیه، میای اینجا سرچ میکنی in a short time، در زمان کوتاه. learn a language in a short time. imparare una lingua in poco tempo. اصلا حال میاد. یه بار گوش کنیم. imparare una lingua in poco tempo. in poco tempo. ببین من کلاس ایتالیایی رفتم؟ نه. کتاب خریدم؟ نه. فقط با گوگل ترنسلیت و با پژوهش خودم، با تحقیقات خودم، با بررسی خودم، با زحمت خودم دارم یاد میگیرم و باید این رو دوباره یادداشت بکنم. میام یاد این پوکو تمپو. حالا مثلا توی خونه میای اینو سرچ میکنی، اینو کپی میکنی، میاری اینور، تب اینوریه. learn a language in a short time at home. شفعل at home. imparare una lingua in breve tempo a casa. خب دوباره میای اینا سرچش میکنی، ببینید آقا گوگل ترنسلیت یه وقت چرت و پرت به تحویل نده، ببینید که آیا این عبارت توی جملات توی سایت های مختلف هست یا نه. come imparare این چی نوشته؟ come studiare inglese in poco tempo. خب imparare l'inglese velocemente come imparare una nuova lingua da casa. میبینی که اینجا دا کازاه ولی اینجا آکازاه. میای اینا سرچش میکنی، ببینیم که این جمله یعنی چی. میایم اینجا، این یکی بود ها، دیگه همین بود. How to learn a new language from home. خب ببین اینجا تو یه چیزی میفهمی که آره تو انگلیسی میگیم at home a casa، ولی توی ایتالیایی میگن from home، از خونه، از from استفاده میکنن، میگن da casa. اینو میای دوباره تو دفترت مینویسی. البته همین جمله هم که بنویسی خودش برات میموندگار هست. come imparare una nuova lingua da casa. ببین اینجا هم کلمه جدید یاد گرفتی، هم قانون گرامری یاد گرفتی به صورت غیر مستقیم و خیلی چیزای دیگه یادت هم نمیره تازه. خب اینم از این مرحله. نکته گفتم بهتون، از جملات کوتاه به سمت جملات بلندتر میره. همینجور کلمات جدید. How to learn a language, a new language at home. How to learn a new language at home in a short time. How to learn a new language at home یا from home quickly. ببین کلمات رو حذف میکنی، اضافه میکنی، حذف میکنی، اضافه میکنی، اضافه میکنی، اضافه میکنی، حذف میکنی، جایگذاری میکنی. اینو بهش میگن تکنیک تسبیح. حالا یا هر تکنیک خودت رو، ما اسمش گذاشتیم تسبیح. ما نه خیلی بچه مذهبی هم هستیم اینا. خب جملات و عبارتی که انتخاب میکنی حتما موضوعی و طبقه بندی شده باشن. این خیلی مهمه، ذهنت نظم میگیره با این کار. اول یاد بگی چجوری جمله مثبت بسازی، بعد جمله منفی و جمله سوالی. سوال ساختن، جمله منفی ساختن بچه‌ها مهمه. یعنی وقتی که شما دارید اینا رو سرچ میکنید، حالا یا به صورت غیر مستقیم یا به صورت مستقیم، بیاید قوانین تبدیل به جمله منفی، جمله سوالی رو اینها رو هم یاد بگیرید، ولی فعلا جمله مثبت رو یاد بگیرید، ببینید اصلا اونا چجوریه و کم کم برید سراغ جملات دیگه.
خب بعد از این مراحل شما حالا باید بیای از کارتون ها، پادکست ها، داستان های صوتی و کلن بیای از منابع دیگه. یعنی فقط این روش کافی نیست. خب این روش شاید عالی باشه ولی کامل نیست. عالی هست کامل نیست. شما باید گوشتون رو عادت بدید، چشمتون رو عادت بدید و انقدر بخونید، تکرار بکنید و ببینید که دیگه براتون عادی بشه. ببینید مثلا من قبلا هم بهتون گفتم توی اون ویدیویی بود که در مورد آموزش زبان با فیلم گفتم بچه‌هایی که صفرن، سطحشون خیلی پایینه، برن از کارتون هایی که برای کودکان هست استفاده بکنن. این ویدیو رو میتونید اینجا ببینید، براتون میذارمش. ببینید مثلا من میام اینجا وبسایت یوتیوب رو باز میکنم، ویدیو و فیلم و آهنگام خیلیه. مثلا میزنم چی؟ Italian songs for kids. خب این چیه؟ گربه. مثلا این چیه؟ چیزی خوشم بیاد. مثلا این به نظرم چیز داره، زیرنویس داره، برام بهتره. La coperta. ببین اینا رو هم در قالب شعر بهت یاد میده و چون که تصویری هست شما بهتر تو ذهنت میمونه، تلفظ هم یاد میگیری. La lampada. چه جالب. لامپ تو انگلیسی la lampada. ولی شعر هم داره. ببینم اینجا شعرش کو. Go up the stairs. ببین باید خودتو درگیر بکنی. دوباره برمیگردم اینجا مثلا یه چیزی که شعری باشه. مثلا این چیه؟ Guardate, c'è Giacomino. Ha una bella crostata. میتونی مثلا این سی رو بزنی، زیرنویسش هم برات بیاره. C'è Giacomin che su un tavolino. یا اینو سرچش میکنی. سون تاولینو یعنی چی؟ سون تاولینو چجوری بود؟ سون تاولینو on a table. on a table روی میز. میفهمی که آقا سون تاولینو میشه روی میز. Si mangia una crostata فکر کنم میشه چی؟ کیک و اینا میشه. crostata پوتانا پاستا. آره ببین چیزی تمام خوردنیه. crostata میای سرچش میکنی crostata ایتالیان. خب بعد شاید اینجا متوجه نشی، میای تو تصاویر میبینی که بله به اینا میگن crostata، مثل کروسان مثلا. اینجوری. پس اینم از این. باید گوش کنی، باید خودتو درگیر کنی، باید در معرض قرار بگیری تا اون زبان رو به خوبی یاد بگیری. فقط با تکرار و فقط با گوگل ترنسلیت و نوشتن این جمله تکرار کردنش مطمئن باش خیلی کامل نمیتونه اون زبان رو. حتما باید درگیر بشی. بررسی قوانین تلفظی با کمک این وبسایتی که بهتون میگم، انبابلا. بذار براتون بیارم. بابلا، حالا اینشو کاری نداریم. بابلا ایناش خیلی خوبه. مثلا شما میخوای زبان ایتالیایی یاد بگیری، تلفظ میخوای یاد بگیری، مثلا اینجا ببین مثلا من سرچ میکنم برای مثلا این کلمه برای من سخته، میام اینجا سرچش میکنم. خب ببین volere will voglio بود یه تلفظش، درسته؟ voglio volere مثلا volere. حالا یه کلمه دیگه مثلا کلمه آسون‌تر، حالا ما چی برامون اومد. این مثلا imparare من کلمه‌شو دوست دارم. imparare یعنی learn، یاد گرفتن. imparare برای تلفظم میکنه. imparare
زبانش هم نمیدونم چرا اینجوری هلندی شده انگار، دوچ شده. با کاری نداریم. ایمپارا. این چیه؟ Imparare l'inglese. l'inglese. learn English. imparare l'inglese. ببین دوباره میایید تو دفتر مینویس. این چیه؟ Imparare in fretta. imparare in fretta. quick study. learn by heart. یعنی قلباً یاد گرفتن. Imparare a memoria. imparare memoria. زود میگی، تو میگی بابا. Imparare a usare. imparare usare. خب این برات کلی عبارت‌های مختلفی که با این کلمه هست رو میاره. هم تلفظ یاد میگیری، هم عبارت‌های دیگه همراه باشه. کلا بگردین تو این سایت، بگردین، کلی چیزای جالب داره. این هم از این سایت بابلا هم بهتون معرفی کردم. و مرحله ششم اینه که شما بیای از زبانت استفاده بکنی. آقا شما وقتی میخوای رانندگی یاد بگیری، فقط با دونستن قوانین رانندگی، چجوری دنده بزنم، چجوری فرمون رو بتابونم، چجوری دور دو فرمون بزنم، اینا رو بدونی خوبه ها. ولی تا وقتی نشینی پشت فرمون، نه اتفاق خاصی که نمیافته که. خب بعد بشینی پشتش، بعد بشینی پشت فرمون، جاده رو برونی تا یاد بگیری. این هم همینه. یادگیری یه زبان بچه باید چت بکنید، باید گفتگو بکنید. حالا قبلا که اینترنت و اینا نبود، بعد میرفتی حتما یکی رو پیدا میکردی، آقا جون مادرت بیا بشین با من یکم زبان حرف بزن. خب یا مثلا کلاس زبان میرفتی. الان هم خب اون روش خیلی عالیه. شما بری کلاس زبان، توی در واقع اتاقی توی کلاسی با بچه‌ها حرف میزنی، از زبانی که یاد گرفتی استفاده میکنی. شما این روش شاه کلید رو تو خونه کار کن، برو کلاس زبان اونجا تمرین بکن. خب این عالیه. ولی اگه نمیتونی بازم، بیا از اپلیکیشن تندم استفاده کن یا اپلیکیشن هلو تاک. اینا برای زبان‌های مختلفه. ببین هر زبانی که تو بخوای یاد بگیری، گوینده های اون زبان توی این سایت هستن. یا شاید اصلا فارسی هم داره. مثلا من میتونم برم توی این سایت ثبت نام بکنم، کسی که میخواد فارسی یاد بگیره، مثلا آمریکاه، آقا دنبال پارتنر میگرده، یهو من به من برخورد میکنه، من باش فارسی حرف میزنم. حالا شما میخوای مثلا آلمانی یاد بگیری، میری زبانت رو انتخاب میکنی، آلمانی رو میزنی، برات کسایی که آلمانی بلدن رو بهت نشون میده، انتخاب میکنه. آقا من میخوام با این، مثلا این خوشگلتره، این دختره، اون پسره، من اینو انتخاب میکنم. هلو تاک هم همین حدوده، ولی فکر کنم اون یکی بهتر باشه. حالا دوتاشو تست بکنید. با اینها میتونید پارتنر انتخاب کنید، علاوه بر اینکه روش‌های دیگه هم هست. مثلا گروه‌های چتی که تو تلگرام مخصوص زبان، گروه‌های مکالمه یا فری دیسکاشنی که مال یک زبانی هست، و کلا افرادی که دوستان. آقا یه موقع مثلا شما یکی رو پیدا می‌کنید تو چه می‌دونم توی گروهی، توی تلگرام، توی واتساپ، آقا اونم داره مثلا ایتالیایی یاد میگیره، شما میری باش صحبت می‌کنی، آقا من با وایس با هم بیا چت بکنیم، من میخوام با وایس با تو چت بکنم. در واقع هدف اینه که خودتو درگیر بکنی، همش در معرض صحبت کردن و یاد گرفتن و گوش کردن باشی. همونطور که گفتم بچه‌ها، برای استفاده از این روش و این تکنیک باید عاشق یادگیری باشین، باید عاشق یادگیری زبان باشین، باید پژوهشگر باشین، باید سرچ بکنید، باید بنویسید، باید درگیری بشید، باید با عشق، با اشتیاق، با ذوق این زبان جدید رو یاد بگیرید. 3 ماه تا 6 ماه که شما به این سبک کار بکنید، خیلی سطحتون میاد بالا و خیلی راحت میتونید اون موقع مثلا برید کلاس زبان، یه تعیین سطح بدید، نه دیگه از سطح بیسیک دیگه نیازی نیست شروع بکنید، یکم سطح بالاتر، 2-3 ترم بالاتر شروع میکنید. این روش کامل نیست، عالی، در واقع عالیه ولی کامل نیست. حتما باید در کنارش چیزای دیگه، یا کلاس زبان برین، یا چت بکنین، گفتگو داشته باشین، استفاده بکنین، وگرنه یادتون میره. اینو هشدار رو دارم بهتون میدم، منفعل نباشین توی یادگیری. امیدوارم که توی این مسیر و با این ویدیو تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم. اگه واقعا قلباً دلاً حال کردی، لذت بردی، خدا وکیلی 2 سال دارم روی این روش کار میکنم، خیلی با خودم کلنجار رفتم که اینو بذارم یا نذارم، چون خیلی شاید خوششون نیاد، خیلی از آموزشگاه نخوان، آقا دوست نداره که شما اینو یاد بگیری. ولی من میگم آقا من دارم به اون آموزشگاه هم کمک میکنم. چرا؟ چون تو وقتی که با این روش آشنا شدی، خودت شروع کردی، علاقه‌مند شدی، یکم جلو رفتی، دیدی که آقا آلمانی رو داری یاد میگیری، خودت علاقه‌مند میشی، بری مثلا فلان کلاس شرکت بکنی، با بچهای اونجام حرف
حرف بزنی، خب اعتماد به نفست میره بالا. پس آموزشگاه ها، کسایی که دارین درس میدین، آقا از من درگیر نشین و فکر نکنین که من دارم کار و کاسبی به شما، نه واقعا دارم کمک میکنم. اینجوری خیلی از مردم بهتر زبان یاد میگیرن و انگیزه‌شون هم بالاتر میره، نیازی هم نیست خیلی هزینه بکنن، هزینه‌شون هم خیلی میاد پایین. امیدوارم که بچه‌ها تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم. هر جوری که میتونید، هیچی برای من مهمتر از این نیست که از من حمایت بکنید، ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب بکنید و مهمتر از همه با دوستانتون به اشتراک بذارید. کسایی که میبینید عاشق یادگیری زبانن، به هر دلیل نمیتونن، آرتیستن، بازیگرن، پلیرن، فوتبالیستن، با همه اونها اگر که در ارتباط هستید حتما براشون ارسال بکنید. این بهترین و بیشترین کمکیه که میتونید به من بکنید. من واقعا اولین باریه که همچین ویدیو رو توی وب اصلا تا الان ندیدم و فکر نمی کنم کسی تا الان ادعا کرده باشه و جرأت اینو داشته باشه که همچین ادعایی بکنید. شما میتونید با این روش 3 ماهه خودتون زبان یاد بگیرید. من یه پیج، کانال یوتیوب دیگه دارم، اونجا با سخنرانی ها، مصاحبه ها و گفتگوها زبان درس میدم. میتونید لینکش رو داخل دیسکریپشن ببینید و اونجا هم من رو دنبال بکنید. پیج اینستاگرامم هم هست. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. حمایت و پشتیبانی یادتون نره. انرژی میگیرم، به خدا تمام کامنتاتون رو میخونم و حال میکنم باهاشون. مرسی که با من همراه هستید. حتما ویدیوهای دیگه، 2 تا ویدیوی قبلی رو ببینید، براتون اینجا میذارم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.